اما انسانی که سحری کرده است، قوت گرفته است و در آن سحریش برکه است و ساعت روزه‌داریش کم می شود، او صاحب قوت میشه. این از مهربانی شریعت است که به سحری کردن هم ترغیب و تشویقات کردن و هم برای او اجر و ثواب وعده کردن و برکه را وعده کردن. و رفت و اگر از خواب خستید که 5 دقیقه باقی مانده است، در این حالت 1 دانه 2 دانه خرما یا اینکه مثلا آب اگر نوشیدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تسحروا، سحری کنیدون اگرچه با 1 قلط آب باشد. و در شبکه بیان در پلیلیست شریعت و طب بعض فایده های سحری کردن با خرما، افطار کردن با خرما، افطار کردن با آب را از نگاه علم طب و از نگاه شریعت بیان کردگی هستیم. با اون موضوع ها هم بازگردید.